Любовь, abi. Любовь, а ты где Kadir abi? با نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم برادران عزیز و خواهران مهربانم. امیدوارم که هر یک شما خوب هستید. از همه شما خواهش میکنم که نوا را با دقت تا آخر خوب گوش کنید، تماشا کنید، بعداً فکرهایتان را حتما نویسید. خداوند از همه شما راضی باشد. انا همین جوانی که انا لیباف، انا عشق و عاشقی میگوید، به همین جوان یک سوال دارم. آیا کدام از شما چنین حالت را میبینید و نوار میکنید؟ پیش از نوار کردن یک فکر کنید. خلاصه برآورید که اگر به جای همان دختر خواهر شما میشد، همین خیل نوار کرده مقصد حادثه تیوی یا اینکه پرویز تیوی به قبل میگفتین، البته که شما این جرأت نمیکردین. آن وقت ناموس شما، مردی شما، غرور شما بیدار میشد، رفته همان جوان را لطکو میکردید و خواهر خود را از دست این گرگ کشیده میگرفتید. حالان که این دختر یک مردی بیگانه هست، خواهر یک جوانی بیگانه هست که شما نوار کردید و بعدا در صفحه های اجتماعی گذاشتید. پیش از هر کار را کردن یک لحظه فکر کنید که برای چی نوار کردید، برای چی خواهر خود میشد این کار را نمی کردید، ولی با جای خواهر دیگران شما چنین کار کرده استادید. خب مقصد ما را همه شما فهمیدید. و با گفتی بعضی از پیرانسالان ما که میگویند جوانها را اینترنت، تلفن ویران کرده است، از راه بیراه کرده است. و همان شخصان یک سوال دارم. آیا بار تلفن بر ما و شما گفت که ای فلانی از این کار دست بکش، با این کار دست بزن، این کاری خوب است، این کاری بد است، تو کاری خوب رو مون و کاری بد دست بزن؟ باره گفت؟ نه. چگونه که ما هر کار را میکنیم، چگونه که شیطان به فرزند خود گفته است که از طایفه انسان ها بی‌ترس، زیرا هر گناه میکنند بر سر ما میزدند و میگفتند که شیطان وسوسه کرد من به این کار دست دادم. برای چی هر کاری که ما میکنیم و با بعداً تلفن را، اینترنت را مقصر میدانیم؟ این کار ما کاری غلطی هست. جوانهای عزیز، من نوار را پورا نگذاشتم. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که نخواستم شاید برادر همین دختر در همین نوار خواهرش را بیند. از همه شما خواهش میکنم که وقتی چنین حالت را میبینید گویید که استغفر الله العظیم الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه و از راه خود گذشته روید. وقتی نوار کردنی هستید یک لحظه فکر کنید که اگر به جای همان دختر خواهر شما میشد نوار میکردید. البته که نه. پس هر دختری را میبینید، هر کاری که میکنید، اول اپا و خواهران خود را نزد چشم بیارید، بعدا از پای کار شوید. خداوند از همه شما راضی باشد و شبکه ما مهمان شدید. حتما آبونه شوید و نوار را به دیگران هم روان کنید تا اینکه از این حالت ها با خبر شوند. به فایده ما و شما هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.